مهاجرینی که از کشورهای بیرونی در وطن خود عودت میکنند، برای آنها شهرک در ولایات مختلف در نظر گرفته شده است. در هر ولایت برای مهاجرین خود همان ولایت شهرک ها در جنوب، در شمال، در شرق، در غرب، در همه ولایات افغانستان در نظر گرفته شده است. اینطور نیست که برای مردم شمال در جنوب یا برای مردم جنوب در شمال ما شهرک بسازیم. نه خیر، برای مهاجرین هر ولایت در ولایت مربوطه خود آنها شهرک ها ساخته می شود و در شهرک ها کسایی که تعداد فامیل آنها تا 5 باشد، 5 بسوه زمین، در صورتی که تعداد فامیل آنها تا 10 بود، در اون صورت 10 بسوه زمین، در صورتی که تعداد فامیل آنها بیشتر